آقا سلام بچه این مارکت گیفت تلگرام یه دونه میشن جدید آورده که میتونید تو شرکت کنید و با قرعه کشی گیفت برنده بشید. الان بهتون من کامل توضیح میدم. شما وارد مارکت که میشید لینکشو براتون میذارم، میاد قسمت اوردرز و قسمت پلی هاب رو میزنید. من مستقیم گفتم اوردرز، اشتباه کردم. پلی هاب رو میزنید، قسمت گیو اویز رو میرید و این قسمت میگه که شما میتونید با پرداخت این مبلغ تیکت بخرید و توی قرعه کشی این گیفت شرکت کنید. اینا به اصطلاح پولیه، یعنی بخواید اینا رو شرکت کنید باید این مبلغ رو بدین که بخواید تو قرعه کشی شرکت کنید. من اینا رو اصلا پیشنهاد نمی کنم چون خیلی ریسکشون بالاست. یه قسمت داره، قسمت فری. نیا کنید قسمت دوم. اینجا شما میتونید توی این گیفت هایی که گذاشته شرکت کنید. نیا کنید الان مثلا 1158 نفر برای این گیفت شرکت کردن و شما میتونید شرکت کنید و شانستون رو امتحان کنید. حالا نحوه شرکت کردن داخلشون چجوریه؟ شما روی یکشون کلیک میکنید، اینجا میگه که آقا جان اینا رو مثلا لایک کن، سابسکرایب کن. من یه دونش رو برم براتون سابسکرایب کنم، خیلی خوب میشه. خیلی خوب، اینا رو مثلا من سابسکرایب کردم، میرم اینجا اینو میزنم و تایید میده. این کامل اینا رو سابسکرایب کنید بهتون یه دونه تیکت میده که شرکت کنید. همشون شرکت کنید دیگه، به اصطلاح شانسیه دیگه. حالا اگه برنده بشید این قیمت ها این گیفت ها چیزی هلوش 7 تن 8 تن 3 تن، بعضیاشون شاید 20 تن یا همون گرم ارزش دارن که به پول ما چیزی هلوش 35 دلار هم ارزش گذاری میشن دیگه. رایگان دیگه، روزانه بیاید شرکت کنید اینا رو، امیدوارم که شانستون بگیره و یه گیفت خیلی خوب براتون در بیاد. لینکشو میذارم پایین. اونایی هم که دارن از یوتیوب نگاه میکنن آدرس تلگرام پایین میذارم که بیاید هم لینک رو بردارید، هم از پروژه ها و گیفت های جدیدی که رایگان میذارد مطلع بشید. تا درودی دیگه، بدرود.